سلام، حالتون چطوره؟ امروز میخواستم یه آموزش ساده بهتون یاد بدم که بیشتر شما میدونین وقتی که شما یه ماشین رو تحویل گرفتین و حالا یه ماشینی که خریدین که نمیخواین مدت زیادی استفاده بکنین، باتری ماشین باید شارژ بشه. وقتی شما استفاده میکنین روشن میکنین، باتری ماشین با استفاده از اینام شارژ میشه. وقتی مدتی استفاده نمیکنین بیشتر از یک هفته، باتری ماشین دشارژ میشه و لازم هستش که الکترودی که به سر باتری و قطب مثبت وصل هستش رو جدا بکنید. اگر استفاده نمیکنید یا حداقل باید 5 روز یک بار یا هفته یک بار ماشین رو مدت 1 ساعت روشن بکنید که خب این موتور ماشین معمولا ماشین های جدید که گیربکس اتوماتیک دارن فشار میاره و کار درستی نیست که ما بخوایم روشن بکنیم و در جا کار بکنه. بنابراین بهتر هستش که قطب مثبت رو ما جدا بکنیم که باتری ماشین دشارژ نشه، یا حداقل به مدت نیم ساعت و 1 ساعت در خیابون حالا یا اتوبان ما ماشین رو ببریم که دینامش باعث بشه که باتری ماشین شارژ بشه. خب در این آموزش با ما همراه باشید تا ببینیم که چطور میتونیم باتری ماشین رو جدا بکنیم وقتی که مدت 1 هفته بیشتر نمیخوایم از ماشین استفاده کنیم. با من همراه باشید. برای اینکه درب کاپوت باز بشه، اینجا یه اهرم قرمز رنگ وجود داره که این اهرم رو ما میکشیم تا درب کاپوت باز بشه. خب همونطور که ملاحظه میکنید درب کاپوت به صورت 2 مرحله‌ای باز میشه. زامنه که ما زدیم یک بار هم نیاز هستش که اینو بکشیم که درب کاپوت باز شه. این محافظت میکنه از اینکه وقتی که تو اتو حرکت میکنیم باد درب کاپوت باز نکنه. در پوش شما برداشتیم و اینجوری باز کردیم. آچار شماره 13 قطب مثبت رو شل کردیم، آچار رنگی و خارج کردیم. دقت باید بکنید که ضربه نخوره به بدن قطب منفی از بدن و ممکنه آسیب بزنه. بخش فنی